سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ به اولین لانگ ویدیوی چنل من خوش اومدین. خب امروز اومدم که یه روتین پوستی با هم بریم که من خودم همیشه انجام میدم و باعث شده که صورت من که خیلی جوش میزد و پوست ملتهب منو خیلی درمان کرد و خیلی از جوشهای چرکی و زیر پوستی من درمان شد و الان خدا رو شکر صورت من خیلی نسبت به قبل کمتر جوش میزنه. خب من یه ساعت پیش پماد زینک اکسایدمو زدم، گذاشتم یه ساعت بمونه و الان اومدم که صورتمو بشورم. خب من برای شستشوی صورتم از این ژلای شستشوی مورینگا استفاده میکنم که اخیرا اینو گرفتم، قیمتش هم 120,000 تومانه و من واقعا از این خیلی راضیم. قبلا هم ژلای شستشوی مختلفی داشتم ولی خب هیچ کدومش به اندازه این واسه پوست من کارساز نبود. ابتدا صورتمو خیس میکنم، یه مقدار از این میزنم و با این بیلبیلک ها که از اینا داره، اینجوری از این شیار میگم بهشون فکر میکنم، از اینا داره صورتمو میشورم که قشنگ داخل روزنای پوستمو تمیز. خب ژل شستشویی رو میزنیم، یکم با دستم میزنم و بعد با این بیلبیلکم من ابر داخلشم در آوردم، چون اگه داخلشون ابر باشه باعث میشه که اون ابر خیس بمونه، خشک نشه و یه محیط خوبی برای رشد میکروب ها و آلودگی ها میشه. خب صورتمو میشورم قشنگ. من این ژلم به خاطر این کف نکرد که من به صورتم پماد زینک زدم و خیلی چربه اون پماد زینک هم از این زینک های زرد استفاده میکنم که باعث میشه جوش نزنی. اون زینک های آبی باعث جوش میشه. حواستون باشه اگه خواستین بخرین حتما از این زینک اکسایدهای زرد بخرین. خب پوستتون رو قشنگ وقتی شستین و آب کشی کردین حواستون باشه که برای خشک کردن پوست صورتتون همیشه از یک حوله مخصوص به خودتون یا از دستمال کاغذی استفاده کنین که باعث جوش نشه، چون حوله‌ای که مخصوص به خانواده باشه، چون من دیدم که گاهن خانواده ها میگیرن یه حوله آویزون میکنن و همه اعضای خانواده از همون حوله برای خشک کردن دست و صورتشون استفاده میکنن که این کاملا اشتباهه. یعنی اکثر کسایی که من دیدم جوش میزنن و تمام روتین پوستیشون هم رعایت میکنن، یکی اینه که از حوله عمومی استفاده میکنن و یکی این که روبالشتیشون رو هر 2 هفته یک بار نمیشورن. خب حالا که من صورتمو با این خشک کردم میذارمش کنار و حالا میخوایم ماسک بذاریم. من ماسک گذاشتن رو خیلی دوست دارم. از این ماسکای گلروس هیدرودرم استفاده میکنم که خدایی واسه پوست من خیلی خوبه و هم باعث میشه که منافذ کوچیک بشه و هم اگه حاوی زغال فعال باشه، چون من زغال فعالش هم دارم، باعث میشه که منافذتون کوچیک بشه و جوشای سرسیا از بین بره. حالا من چون چند روز پیش گل رسش رو استفاده کردم، گل رس و زغال فعالش رو استفاده کردم، گفتم الان فقط گل رس رو استفاده کنم. خب اینو من برم بزنم به صورتم و بعد دوباره میام با هم صحبت کنیم. خب چند تا از خوشگل دخترای من پرسیده بودن که برای درمان جوش صورت و جوشای سرسیا چه پمادی استفاده کنیم. من خودم مدتیه که از این پماد خارجی استفاده میکنم که قیمتش هم فکر میکنم 100,000 تومان بود یه اینطورا، که هم توش آداپالن داره و هم تیرتینوئین داره که هم کمک میکنه جوش درمان شه، هم جوشای چرکی، هم جوشای زیرپوستی و هم قرمزی و التهاب پوست و جای جوش رو از بین میبره که به نظر من خیلی پماد خوبیه، خیلی. و یه
پوانی هم که داره اینه که بافتش پمادی نیست، بافتش اینجوری حالت فلوئیدیه که خب خیلی زود جذبه، ببینین، و خیلی زود جذب پوست میشه و اصلا رد سفیدی روی پوست نمیذاره و سنگینی نداره. اصلا اینو میتونی شب بزنی، یه چند ثانیه بعد که خوش شد بگیری بخوابی تا صبح. ولی خب من وقتی میزنم مثلا یه ساعت اینا که بود میشورم. ببینیم چقدر خوبه. بهتون توصیه میکنم که این پومادو حتما بگیرین، چون واسه من که خیلی خوب بوده، خیلی رو پوستم جوابه و عمده جوشای منو همین درمان کرده. آره، حالا من وای میستم یه ذره ماسکم خشک شد، بعد دوباره میام. خب من ماسکی که زده بودم و خوش شد، یه رو 20 دقیقه پوستم بود خوش شد، شستم و صورتم رو خوش کردم. حالا از این ماسکای ژلی آبرسان هیدرودرم بازم استفاده میکنم که حاوی هیالورونیک اسید و اورس و خیلی خوب پوست رو آبرسانی میکنه. این هم مثل ماسک میزنی بعد خشک شد میشوری. خدایی اینم واسه پوست من خیلی خوب بوده. من با این که فکر میکردم محصولات هیدرودرم من چون ایرانی و اینا محصولات خوبی نیست، ولی یه مدتی که استفاده میکنم خیلی راضیم، خیلی، یعنی یه جوری جوشای صورت من رو درمان کرده و پوست من رو آبرسانی کرده که یعنی واقعا خودم هم موندم چطور اینقدر میتونه یه محصول روی پوست اثر بذاره. چون من محصولات مختلف از ایرانی تا خارجی و هر مدلی که بگین استفاده کردم، ولی خب نمیدونم چرا پوست من اونقدر تاثیر نداشت و بیشتر جوش میزدم. مخصوصا پومادا و کرمای ضد جوش مثل ورونیک، مثل کرمای ضد جوش نیتروژنا بیشتر از سد دفاعی پوست رو خراب میکنه به نظرم و باعث میشه که حالا پوست بیشتر جوش بزنه. از نظر من اینجوریه. حالا شاید رو پوست یکی خیلی هم سازگار باشه و خیلی خوبم طرف اوکی باشه با اون محصول، ولی به نظر من محصولات خارجی حالا یه باگی داشتن واسه من این بود که رو پوست من خیلی خوب سازگاری نداشتن. اینجوری هست دیگه. خب من تو فاصله که رفتم و ماسک صورتم رو شستم و صورتم رو خوش کردم، از این سرم ویتامین C بالانسم استفاده کردم و الان میخوام آبرسانم رو بزنم. آبرسانم هم آبرسان کوزارکسه که واقعا از اینم خیلی راضیم و اینم تونسته خشکی پوست صورتم و دهیدراته بودنش رو خیلی خوب رفع کنه و پوست شادابی من بده. من یه بدی که پوستم داره اینه که این قسمت از گونه هام خیلی زود خشک میشه. اگه مثلا یه شب آبرسان نزنم خیلی زود این قسمت خشک میشه. افتاد جلد آبرسانم افتاد، شیر آبم که بازه. خب آبرسانمونم میزنیم و دیگه تمام. بهتون توصیه میکنم تا پوستتون مرطوبه آبرسانتون رو بزنین یا توی اسپری که از این اسپری حالا بادی اسپلش ها تونینا تموم میشه یه مقدار آب بریزین و بزنین دم دستتون. موقعی که میخواین شب یا صبح به صورتتون آبرسان بزنین یک کوچولو آب رو صورتتون اسپری کنید تا مرطوب بشه. این خاصیت آبرسانتون رو 2 برابر میکنه. خب روتین پوستی ما هم اینجا به اتمام رسید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.